آقا ما بچه بودیم، یه همسایه داشتیم اسمش مریم بود. مریم بنده خدا شوهرش فوت کرده بود، تنها زندگی میکرد. چون تنها بود زیاد میومد خونه ما میرفت، بعد کاری چیزی داشت به من میگفت انجام میدادم. یه سری خانواده شهرستان بودم، دیدم زنگ زدن، رفتم درو وا کردم. مریم خانم گفتم سلام. سلام، خوب هستی؟ گفت نمیدونم چه جوری بگم، من دنبال یه مردم. گفتم خیلی خوبه بعد این مدت. ببین من یه رفیق دارم اسمش مرتضیه، شماره مرتضی رو بهتون میدم. خیلی پسر. گفت من دنبال یه مردم. گفتم نه مرتضی خوبه، خیالت راحت. من گفت باش. بعد داشت میرفت، گفتم وا خاک تو سرم. صداش کردم بودم مریم خانم. گفت جانم. گفتم نه ببینید مرتضی پسر خوبی نیست، این شماره رو بزنید احسان، این رفیقم خیلی پسر خوبیه. بعد یه نگاه کرد، نمیدونم چرا با افسوس داشت بهم نگاه میکرد، رفت. پس بدین گریه ها